در رابطه با مسائل امنیتی میخواهم تاکید نمایم که بحران فلسطین همانا باعث نگرانی عمیق کشور ما می باشد. وضع فاجعه بار امروزه در آن منطقه بار دیگر ثابت می سازد که قضیه فلسطین راه حل نظامی ندارد. تاجیکستان بر آن نظر است که حل نهایی و واقعی این قضیه تنها توسط اجرای قرارهای سازمان ملل متحد عاید به تأسیس دولت مستقل فلسطین در اساس مرزهای سال 1967 امکان پذیر می باشد. امید داریم که جانب‌های درگیر برای آتش بس و راه اندازی مذاکرات صلح اقدام کرده جامعه جهانی جهت احیای ثبات پایدار در فلسطین تدبیرهای مؤثر خواهند اندیشید.